قصه امروز ما داستان یه مرد فوق‌العاده پیچیده و پر از تناقضه. مردی که هم زندگیش و هم مرگش یه جورایی تاریخ معاصر ایران رو لرزوند. همه چیز از اینجا شروع شد، از لباس روحانیت. بله، درست شنیدید. اما خیلی زود مسیرش عوض شد. تبدیل شد به یه قاضی که جرأت کرد جلوی قدرتمندترین آدم مملکت، یعنی خود شاه، بایسته. و در نهایت همین ایده‌هاش، همین شجاعتش باعث شد که به قتل برسه. خب سوال اینه که چطور یه روحانی به چنین سرنوشتی دچار شد؟ برای اینکه این شخصیت رو بفهمیم باید برگردیم به نقطه شروع داستانش. این خط زمانی خیلی خوب مسیر تحول فکریش رو بهمون نشون میده. ببینید همه چیز از سال 1289 شروع میشه. اون موقع یه جوون 20 ساله است، یه روحانی تمام عیار و امام جمعه تبریز. اما فقط 2 سال بعد یهو از جنبش مشروطه حمایت میکنه، جنبشی که دنبال قانون و محدود کردن قدرت شاه بود. همین کارش باعث میشه بقیه روحانیون طردش کنن. این انگار اولین جرقه طغیانشه. بعدش که دیگه مسیرش رو کامل عوض میکنه و وارد دستگاه قضایی مدرن میشه، ولی اونجا هم انگار روح سرکشش آروم نمیگیره و آخر سر بعد از یه درگیری مستقیم با خود رضا شاه از اونجا هم استعفا میده. این مقایسه واقعا جالبه نه؟ یه طرف مردیه که حافظ قرآنه و پیشنماز جمعه. طرف دیگه یه روشنفکره که انگلیسی و حتی اسپرانتو یاد میگیره و برای یه جامعه سکولار مبارزه میکنه. این دگرگونی در واقع هسته اصلی شخصیت پیچیده کسروی رو میسازه. خب وقتی کسروی از دستگاه قضا بیرون اومد، در واقع پرکارترین و البته جنجالی ترین بخش زندگی شروع شد. اون دیگه فقط یه قاضی یا یه محقق نبود، حالا دیگه خودش رو یه مصلح اجتماعی میدید. انگار یه رسالت بزرگ روی دوشش حس میکرد. کسروی واقعاً یه روشنفکر خستگی ناپذیر بود. تو تاریخ، زبانشناسی، حقوق، روزنامه‌نگاری، تو همه اینها کارهای مهمی انجام داد. ولی همه این فعالیتاش در راستای یه هدف بزرگتر بود. خب، اون هدف چی بود؟ یه جنبش به اسم پاکدینی. هدفش این بود که جامعه را از چیزهایی که به نظرش خرافات و عقب موندگی بود پاک کنه تا راه برای یه تفکر منطقی و مدرن باز بشه. همین ایده هم براش کلی طرفدار پروپاگورس درست کرد و هم دشمنان قسم خورده. فقط همین یه جمله عمق جسارت کسروی رو نشون میده. میدونید این چیه؟ این یه تیکه از نامه‌ایه که مستقیم برای خود رضا شاه نوشته. اونم کی؟ درست بعد از این که توی پرونده ملکی علیه دربار رأی داده بود. این حکم تو پایتخت مثل بمب صدا کرد و به قیمت شغلش تموم شد. اما اسمش رو برای همیشه به عنوان یه قاضی تسلیم ناپذیر تو تاریخ ثبت کرد. این رسالت کسروی برای پاکدینی کم کم اون رو به یه مسیر بی‌بازگشت برد. مسیری که توش مستقیم به ریشه دارترین باورهای جامعه ایران حمله می‌کرد. اولین و جنجالی ترین کارش انتشار کتاب شیعیگری بود. تو این کتاب خیلی سریع بعضی از اصول تشیع رو نقد کرد. خب همین کافی بود که رسما متهم به ارتداد بشه و خشم خیلی ها رو برانگیزه. اما تیغ نقدش فقط یه سمت رو هدف نگرفته بود. اون بهاییت و تصوف رو هم به شدت نقد می‌کرد، چون معتقد بود این مکتب‌ها هم دارن به رکود فکری و اجتماعی ایران دامن میزنن. ولی شاید عجیب ترین نقدش حملش به شعر کلاسیک فارسی بود. یعنی فکرشو بکنید، حتی به حافظ، شاعری که همه ایرانی‌ها دوستش دارن، تاخت و اونو متهم کرد که داره تنبلی و تسلیم و ترویج میده. خب این دیدگاه باعث شد خیلی از روشنفکرها و ادیبا هم بیان و روبروش بایستن. انگار دیگه با همه درگیر شده بود. این عقاید جنجالی فضای پر از کینه و نفرت علیه کسروی به وجود آورد و آخر سر کار از بحث و جدل‌های قلمی به خشونت فیزیکی کشیده شد. این اتفاقات رو پشت سر هم ببینید چقدر تکون دهنده است. اول یه ترور ناموفق. ضارب دستگیر میشه ولی با نفوذ روحانیون و بازاری‌ها خیلی زود آزادش میکنن. کمتر از 1 سال بعد همون گروه، این بار تو امن ترین جای ممکن، یعنی خود کاخ دادگستری، کار نیمه تمومشون رو تموم میکنن. کسروی و منشیش رو به طرز فجیعی به قتل میرسونن. اون موقع فقط 55 سالش بود.
یه زندگی کوتاه اما به اندازه 100 سال پر از طوفان‌های فکری و اجتماعی. خب با مرگ کسروی آیا فکرش هم از بین رفت؟ به هیچ وجه. میراثی که ازش به جا موند خیلی پیچیده‌تر از این بود که با حذف فیزیکیش از بین بره. چرا کسروی هنوز مهمه؟ چون تأثیرش واقعاً موندگار بود. مثلا تو تاریخ نگاری انقلاب مشروطه کتاباش هنوز از منابع اصلیه. تو زبانشناسی نظریش در مورد ریشه زبان آذری امروز یه حقیقت علمی پذیرفته شده است. و از همه مهمتر اون بحث‌هایی رو تو جامعه ایران شروع کرد که تا همین امروز هم ادامه داره. در نهایت اگه بخوایم کسروی رو توی جمله خلاصه کنیم میشه گفت یه محقق درخشان، یه اصلاح طلب بی نهایت نترس و یکی از جنجالی ترین و قطبی کننده ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران. و داستان زندگی و مرگ احمد کسروی این سوال خیلی عمیق رو برای همه ما باقی میذاره. بهای یه صداقت بی‌پرده و رادیکال چیه؟ یعنی وقتی یه متفکر تصمیم میگیره بدون هیچ مصالحه‌ای تمام باورهای یه جامعه رو به چالش بکشه، آخر سر باید چه هزینه‌ای رو بپردازه؟